روزی رستم برای شکار به دشت رفت. ناگهان اکوان دیو مکار و نیرنگ باز پدیدار شد. بی صدا رستم را از زمین بلند کرد و به هوا برد. دیو خندید و گفت: بگو تو را کجا بیندازم؟ در دریا یا بر خشکی؟ رستم دانست اگر راست بگوید دیو برعکسش را انجام می دهد. پس با زیرکی گفت: مرا بر خشکی بینداز که از آب می ترسم. اکوان دیو طبق عادت پلیدش رستم را در دریا انداخت. اما رستم که شناگری توانا بود از آب بیرون آمد، شمشیر کشید و دیو را از پای درآورد.